از راهی دور آمدی، خسته شدی، دلت را آرام بخش. دلم در کوهستان، خودم اینجا. محبوبت در کجاست؟ در دره نیهان. قدم زماد رسا بیرود ولی یکی جا اینجا سویای ها حید، ها داخونده را باید فرو. برای چی را داخونده مینامی؟ داخونده این لقب مردم قشاق کوهستان که اینجا برای مزدوری می آیند. دوستی من ما همراه کلان نواخت شدیم. تنگیر مبادا بیدار نشود. ما او را به سربازی می فروشیم. تو خودت ها گفته بودی که خریدار هست. ما در یک قشلاق با او کلان شدیم، از یک جوی آب خورده ایم. ای غلام عظیم شاه اکنون غلام امیر می شود. آخر وی مهمان توست. ما با تو او را به 300 تنگه می فروشیم. عظیم شاه را باشد مجبور می سازیم که 1000 تنگه صرف کند. بعد مرا وجدانم عذاب میدهد. وای قدر ضرر نمی بینند. ما باشه پول کار میکنیم وای اونجا مدتی زیاد نمیماند. برای چی؟ تو گپ را گوش کن. وقتی که در بخارا حریت اعلان می شود به سری حکومت ما یاش بخاری ها می آیم. انا آن وقت ما یادگاری تو را آزاد میکنیم. آزاد. به هر حال با او نرس. نواز. میدونی به سرم چی فکر آمد؟ من برایش قرعه میپرتایم. اگر بریدی او را سر میدهم. پای دادی چی ایلاج؟ بفروشم. یا تقدیر مهمان فروخته شد. ها یادگار و تو دوستانه میگویم گریز از عظیم شاه میشنوی. اگر گریزم مرا دستگیر کرده میکشند. من تو را سرباز ارتش امیر میکنم و همانو از قرضهایت خلاص میشوی. من سرباز بودن نمیخوام. این دیر دوام نمی کند. شاه روس سرنگون شد. دهقانان حصار و کولا باشد اکنون ایسیان و بلوا برداشتند. امیر سربازانش را برای پخش کردن آنها میفرستد و تو در کوهستان با محبوبت وا میخوری. سربازان را کوهستان میفرستند؟ علی‌نظر خوجاєв برای خدمت‌های شایسته با اردنی نشان فخری و به عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سرافراز دانسته شده است. از تاریخ تشکل تئاتر تاجیک ما میدونیم که اکثریت هنرمندان که دارای قابلیت فطری یعنی قابلیت هنرشون در نهادشان بود لیکن مثلا یک مکتب نادیده بودند جمع شده بودند در همین مثلا در تئاتر حاضره ما و از روی اونا شده یک تروپ مستحکم یک کلکتیو مستحکمی که بعدتر این پرچمبردار هنری کسبی تئاتری شدن و ما از اونها فخر تا هنوز هم فخر میکنیم که این گونه آدم ها بودند. این گونه آدم ها از تمام گوشه کنار جمهوری و بیرون از جمهوری امان که مثلا تاجیکانی که به هنر مخصوص توجه کلانی داشتن و خودشون فطرتاً هنرمند بودن جمع گشتند و یکی از اونها ما مثلا هنگامی که ما در دانشگاه میخواندیم علی‌نظر خوجاєв بودن که ما از دور یعنی ما با هنر اون کس شناس شده بودیم ولی باعث افسوس است که ما نه همه هنر مثلا
درجه عالی که هنرشان بود ما اون رو دریافت کردیم. لیکن از تاریخ و از شاهدهای حال ما میدونیم که چنان هنری خداداد داشتن، چنان با ذوق و با شوق کار میکردن که بعداً مثلا نمایش رمیو جولیت که نامدارترین و نمایش بود و با این نمایش هر باری که این نمایش تشکیل کرده میشد مثلا در روی صحنه می اومد هوادارانشون از حد زیاد بودن و همیشه مثلا تا 100 بار تا 50 بار تماشا میکردن و از این مانده نمیشدن. این شهادت به آن میتید که هنری والای مثلا علی نظر و امثال اونها مثلا خیری نظر و که یکون مکتب ندیده بودند، لیکن در هنر تا هنوزم برابر آنها کم آدم یافت میشد که با آنها مسابقه کند. در جنبست‌های آزمون‌هایی که مثلا المپیادهای هنری میشدن و ما مثلا جمع میکردن در مرکز ولایت در خاروق جمع میشدن، اون کس هم میفرستادن که متصدی میشدن که از بین همه این قدر مثلا هنرمندان آدمای مثلا با ذوق و با هنرتر جمع میکردن و تا که به مثلا مرکز جمهوری بیاین. و من در همون جمع دیدم که یک مردی مثلا بی نهایت خوشروی، طرز رفتار، طرز گفتار، طرز معامله هاشون چنان نازک و چنان باادبانه بودن که من در حیرت میماندم و خود به خود سوال میدادم که این کس کی باشن؟ شاید از مرکزی مثلا جمهوری سابق شوروی باشن. و بعدتر من وقتی که کلانتر شدم و مثلا صاحب عقل و صاحب تمیز و صاحب مثلا وقتی که من مکتب آمدم فهمیدم که این کس علی نظر خوجایف بودن که از بین مثلا 1000 هنرمندای بازم سلیقه‌شان زیادتر و هنرشان باز بلندتر جمع میکردن و به پایتخت می آوردن. در فیلم داخونده که علی نظر خوجایف در اونجا یکی از نقش‌هایی که بود اجرا کردن و به من میسر شد که این رول رو یعنی این آواز رو از نام اون کس که فیلم تاجیکیش نبود است، فیلم روسی بود، ما ترجمان ها ترجمه کردن به زبان تاجیکی و به من میسر شد که از نام علی نظر خوجایف من همون نقش رو آواز دهم. هاییت یادگار تو چی خیل به اینجا افتادی؟ از یاش بخاری بودن حسام الدین خبر کشیدند، حجره ما را کافتکاب کردند و دفتر شعرها را یافتند. من همه گناه را به سر خود گرفتم. مرا لطو کوب کردن. بیا بخواب من پای و تنت را محض کنم. هایی در پایان هم آدم. این قبر زنده ها، آنها را ببین یادگار. اگر پاره این نو نپرتایی بیش روشنی رو هم نگیر. این چی گپ؟ در اینجا به مرگ محکوم شدگان نشستند. آنها کیستند؟ ما میتوانیم یاری کنیم. خاموش یادگار، در فکر خودت باش. من شنیدم که یاش بخاری ها حکومت را زده گرفتن، ما رو به ترکیه دادنیم. فرق یاش بخاری ها از آدمان امیر مثل فرق زندان های ایثار از بخاراست. درا اما کی عبدالله؟ یادگار تا این دم باور داشتم که امیر را مغلوب میسازی. بخواب. یادگار جان، تخت امیر روی زبانه آتش ایستاده است. نزدیکی این آتش علنگه میزند و تخت را خاکستر میکند. خدا خواهد. چه عمارتی بد ساخت. دیوارهایش را بینید. با یک ضربه افتادنش ممکن. در زندان هم با امیر بحث میکنی، حتی وقتی که در پا زولا نداری. تو بگو
که او را مغلوب میکند. بلشویکانی بخار را مغلوب میکنند. با ما کارگران و دهقانان روسیه لنین یاری میکند. لنین داهی انقلاب. تو به غلبه بلشویکان باوری داری؟ من نه تنها باوری دارم، حتی رسیدنی وقت و ساعتی غلبه را هم میدانم. آن را یاش بخاری های خیانتکار صاحب نمی شوند. نه، آن را خلق به دست می گیرد. دیوانه ها، چخیل به شما فهمانم که مبارزه بلشویکان بیهوده است. یادگار، آب ده. آب نیست. من آب. من آب. صدای توپ ها. نه چیزی را میکوبند. تابوت امیر را مخ میزنند. نه، این آواز توپ های امیر است. آشنا، تو تیر و توپ را از کجا میدانی؟ میشنوید؟ آواز از دور. از گران ما میپرانند. میشنوید؟ از ما. من میترسم. یادگار، فرزندم، آن روز دور نیست که وطن آزاد میگردد. مبارز انقلاب باش، مبارز کارهای بزرگی ما. همیشه با بلشویکان باش پسرم. این هنرپیشه صاحب استعداد عمر زیاد ندید و سال 1968 در سن 48 سالگی از عالم گذشت.